چرا نباید در سد شنا کرد؟ شنا کردن در سدها حتی برای افراد ماهر و غریق نجات‌ها بسیار خطرناکه و به دلایل مختلفی باید از آن اجتناب کرد. اما به چه دلیل؟ آب سرد و عمیق. آب موجود در سدها معمولاً بسیار سردتر از آب دریاچه‌ها یا استخر است. این به دلیل عدم وجود نور خورشید برای گرم کردن لایه‌های عمیق آب سرد است. آب سرد میتونه باعث گرفتگی عضلات، لرزش و حتی غرق شدن بشه. حتی شناگران ماهر نیز ممکنه در شوک ناگهانی آب سرد دچار مشکل بشن و توانایی خودشون رو برای شنا کردن از دست بدن. جریان‌های زیرسطحی قوی. سدها اغلب دارای جریان‌های زیرسطحی قوی هستند که میتونن شناگران رو به زیر آب بکشن و اونها رو به دور از ساحل و به سمت موانع خطرناک هدایت کنند. این جریان‌ها میتونن پیشبینی ناپذیر و ناگهانی باشند و حتی برای شناگران قوی نیز چالش برانگیز باشه. موانع پنهان. در زیر سطح آب سدها موانعی مانند صخره‌ها، درختان غرق شده و خطوط برق وجود داره که میتونه برای شناگران خطرناک باشه. این موانع پنهان هستند و دیدن آنها در آب تیره دشواره که خطر برخورد با اونها رو افزایش میده. غرق شدن ناگهانی. سطح آب در سدها میتونه به طور ناگهانی و بدون هشدار افزایش یا کاهش پیدا کنه. این امر به دلیل رهاسازی آب از سد برای تولید برق یا کنترل سیل هست. تغییرات ناگهانی سطح آب میتونه شناگران رو غافلگیر کنه و اونها رو به زیر آب بکشونه. عدم وجود امکانات نجات. در بسیاری از سدها هیچ غریق نجات یا امکانات نجاتی وجود نداره. این به این معنیه که در صورت بروز مشکل کمک فوری در دسترس نخواهد بود. علاوه بر این خطرات، شنا در سدها میتونه غیرقانونی هم باشه. بسیاری از سدها مناطق ممنوعه هستند و شنا کردن در اونها توسط مقامات محلی ممنوع شده. در نهایت مهمه که به یاد داشته باشید سدها برای ذخیره آب آشامیدنی و تولید برق ساخته شده‌اند، نه برای تفریح. شنا در سدها نه تنها خطرناکه بلکه میتونه به آلودگی آب نیز منجر بشه. به جای شنا در سدها مکان‌های امن و مناسبی برای شنا مانند استخرها، دریاچه‌ها و مناطق تعیین شده ساحلی وجود داره. با انتخاب مکان‌های امن برای شما میتونید از یک تجربه شاد و بدون خطر لذت ببرید.